درود دوستان، خیلی خبرهای خوش. شروع میکنیم از دروبشان ابوتوف. دروبشان ابوتوف با رکورد 9-1 با سازمان ایرس اف سی از فرانسه شرطنامه امضا کرد. دوستان کسی که در باره لیگ ایرس اف سی فرانسه یگان معلومات دارد در کامنتاری ها نویسید. شرطنامه از 4 رقابت عبارت بوده. اولین رقابت خود را دروبشان ابوتوف آخر ماه دکبر یا اول ماه ینور باید گذراند. امیدواریم که دروبشان ابوتوف دست بالا می شود یا دکبر یا ینور و 4 رقابت انشالله که بعد 4 رقابت شاید در این لیگ او قهرمان شود و دوم باره و یو اف سی شرطنامه بندد. دوستان دروبشان ابوتوف رو تبریک کنید در کامنتاری ها و با او بردباری ها آرزو نمایید که دعا کنید که او قهرمان این لیگ فرانسوی شود. و دوم خبر، انیس یعقوبوف با لقب اسنایپر با لیگ ای سی بی سپورتس منیجمنت فامیلی شرطنامه بسته است. من نمیدونم این چه خیلی لیگ است و شاید که این فقط برای ورزشگران سپانسر باشد، شاید که کمک کند، نمیدونم یا چون که من یگان معلومات درباره این لیگ پیدا نکردم. کدومی که میدوند در کامنت نویسید که ای سی بی سپورتس منیجمنت فامیلی این چجوری لیگ هست و انیس یعقوبوف کدام شرطنامه رو امضا کرد، چون که من دیدم که در عکس ها انیس یعقوبوف با این لیگ شرطنامه می‌بندد. و به هر حال دعا کنید که انیس یعقوبوف هم به نزدیکی به 8 کنجا برآید، چون که ما او رو خیلی وقتی که ندیدیم در 8 کنجا. فکر من اگر انیس یعقوبوف در ای سی ای می ایستاد و شرطنامه رو ادامه میداد این بهتر میشد، چون که ای سی ای حاضر در دبی در قطر هم مسابقه میگذراند و همون ای سی ای حاضر در خرید که در تمام دنیا مشهور شده است. فکر میکنم که اگر انیس یعقوبوف در ای سی ای میستاد برای اون خوبتر بود. فکر خودتان رو هم نویسید در کامنت ها دوستان درباره انیس یعقوبوف و دروبشان ابوتوف و با دعا کنید که اونها زود به 8 کنجا برگردند و دست بالا شوند و پرچم تاجیکستان را بالا بردارند. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان بود.